سلام سلام سلام. درود و درباد یا عزیزیم را سوگواران که اینشه پیگوما هور بوده شامی نتواران که گوما می لایو هور بوده اینشه پی ما دوتین که درباره باندا که 25 ژانویه این روچی که بلوچی نسل کشی روچ یاد بودی روچ نام هلک بوده بلوچ یک جهتی کامیونیتی سازمانی این روچا به عنوان روچی که به عنوان روچ یاد بود بلوچی نسل کشی هر سینی مگه بلوچستانم نام هلک بوده ما این شبیه تی لایو و لورتینگو هم دیگه دان کم که گپ بجنی این روچی باره و خبر بکنین و یک کمو که هم در مورد اینی مگه بلوچستان ما شما غرب بلوچستان خبر بکنین من شما نتوارم که گما هوربته و بازوش بون که اگر روتی نظر و حیال هنگو ما شنگ بکنی و ما بنویسی اگر شما رو نظری چیزی هستم من لطفاً که تی لایو هم اگر بانوک فریبا برهان زیهی هم بیارن سرا که ما گو هم دیگه خبر بکنی دا اگر کسی دیگه هم لطفت همارن که شما سرپدی بلوچ یک جهتی سازمان ها که آیی رهبری سلام سلام بانا سلام فریبا چطوری؟ سلام فریبا جان باش درده سلامت جان ما به سلامت به تو همچنین فریبا جان ما این لایو هشت که درباره باندا که همارن که اول لایو هم گفت که طرف سازمان بلوچ یک جهتی روچ رو یاد بود در نسل کشی بلوچ هر دوی سینیه مگا نام هلک بود سازمانی که آیی رهبری یا آیی مچ دست بانوک مهرنگ تو و یدگه آی گوهاران ته آنی مگ بلوچستان و باندا 25 ژانویه ای تو با قرارن به کپیتن ته دالبندلا قرارن تمام ملت بلوچ هر جای بلوچستان و دالبندلا جمع بهور به توتی هوری و همراهی گو بانو مهرنگ و سازمان و گو بلوچ راجا پیش بدارن که آن تو توارا علیه ای بلوچی نسل کشی چست کنم من کمو که لورتون باره و گپ بکنم و بعد من تیمینت وارم و اگر تو هموتی نظر و تی حیال گما در شام بکنم من لورتون بگوشم که باندات باز مهمین روی چیه پر درست بلوچ راجا هر جایی که بلوچستان هستن شرق بلوچستان غرب بلوچستان شمال بلوچستان بلوچ پهک یک درسته که مرزان بین ما کشک بود تگه مارش هم دیگه جدا کرده ولی می درستانی درد یکی همه درد نسل کشی که هر نیمه یک شهید دولتان حکومتان پاکستانی و ایرانی می مردمان گارو بیگواه کنته هر روز آن نسل کشی کنته دوانو دکتر مهرنگ ته یک دو هفته آیی تمام دوست و گوهار و براتان تمام سازمان ما رو پهک بلوچان هر جایی که هستن دعوت داده که این روچا گوان هور همراه به هر کس که تونته همودا ببیت هر کس که نتونته هم پلتفرم اینستاگرام اینترنت هر جا که هر طوری که تونی و تی توارا برز بکنی ما صحیح بود تگه سرپدی شما که دال بندل پاکستانی حکومت اینترنتی کهت کرده و همین هفته پیشین هم بانوک سمی و باز این کسی دیگه بلوچ ماشوی بلوچ گوهار براتانش دزگیر که باباتشی که نلورکن که این یک جاهی و این موچی یک جاهی پیم بیان که نلورکن بلوچ راش تو پاک بیته و تا یک لایو بانو مهرنگ تا یک ویدیوی شما پهلوچتا که اگر باندا اینترنت هم چند چکا که کهتی انات دال بندر کهت بو شما په کسانی هم که ودان نهی بایدی که بلوچ راجی توار ببی شما تلفن دستین شما هر جای دنیایی که هستی شما باید حقوق بشری سازمانان شما باید تمام دنیای سرپد بکنی شما باید هم این باره و بنویسی خبر بکنی چی که ایشی فقط درد آنی مگه بلوچ نه بلوچستان شرق بلوچستان درد نهشی مچ بلوچانی درد و مچ بلوچان باید هم دیگه هور ببر ما وحدی که نسل کشی خبر کنیم
نسل کشی معناش اینه که حتما ایرانی دولت یا مثلا پاکستانی دولت می ما اعدام بشه نسل کشی، یا اینکه بزورن تیری بجنن ما رو مثلا بکشن نسل کشی. هرچند که طی تمامی سالان ایران هم دولت ای کار باز کرده. آخرین نمونه هم زاهدان جمعه خونی که گیش 100 نفر و گیش 300 400 نفر هم ترپی بودن، 100 نفر کشک بودن. بله یک سالی می مردم مقاومت کرده خیابانات هم، ولی پدا ما چی کو پدا این نسل کشی هر روز کلاش ادامه دارته. این نسل کشی فقط آنی شینه که ته خیابانا می زهگانم کشن. نسل کشی شینه که ما را کمترین امکانات پمی زنده پمی راحتی یا آیا محروم کرده. ته بلوچستانی که یکیش از ثروتمندترین سرزمینان که ته حالا خاورمیانه یا هر جا، ولی بلوچ مردم په بازگی دارن زندگی کنن، په بازگی دارن زنده گذرونن. بلوچ نسل کشی هر روز اتفاق کبی. اگر ما بگوشیم که ایشی فقط آن نیمگی بلوچستان مشرقی دردن ایشی و سکین دروگی، بلوچ نسل کشی هر روز ته بلوچستان غرب بلوچستان ایرانی دولت دار همین کار با ما کنته. هر روز که می جوانا، هر روز که می عزیزان ته همین جادهیان کشک به، هر روز بخاطر همین جاده‌ای که وجود نداره می جوانا کشک به و ما نزانیم چیا که شی می نسل کشی چون چی که ما را یک جاده درست حسابی نیست و ما آی ربط دیم به قسمت. و بلوچ نسل کشی هر روز ته بلوچستانی بیمارستان ها بیست. ما بلوچست بیمارستانانی که هم یکی بیمارستانی که هستن، ما فقط نام هشته بیمارستان ها، نام هشته کشتارگاه، بله نزانه که شی می حک نه. بلوچ هر روز ته بیمارستان ها جانش دست روته، چیه که آنا وحشی امکاناتی نیست، چیه که دولتی امکان نده، چیه که بلوچ لوتا آیا گار و بیگاه بکنه. بلوچ نسل کشی گوشی شیک آنی چوکان شناسنامه و سجل ندهیم. هر روز کلاش ماش می گوشی که را اتفاق کپیته، هر روز ماش به محلوک و مردمانا شوتی ملک درکنه به بی بهانه که آن شناسنامه نیست. شناسنامه آنی حک آنی پتو پیروکانی این سرزمین این ملک مش می پتو پیروکانی ماش می اجدادی سرزمین بوده. ماش ما را درکنه بله ماش ما هنگه نشتگی. ماش می برات و گوهار و مات و پتانی لوگان سرش خراب کنه و ما شما نشتگین چاری و گوشی ها ای زمینان بلکه آن سند نبوده بلکه دولت. کجا زمین؟ این زمین مگه مردمی نه ها؟ مگه این مردمانی نه ها؟ این مردم کجا زمین کسب کرد؟ از مردم ووتی زمینی سرا نشتگن. دولت آن لوگ و جاگاه نده، آن لوگی که آن وزگی هم بنده سرش خراب کنته. شیه گوشن نسل کشی بلوچ نسل کشی شیه که آنی جوانا په سختی و بدبختی درس وانه کارش نیسته، رنگ پر تیل کشی و گازیل کشی هر روز زنده کا کشک با. کجا بلوچ شما جا یاری که یک تایی راجا تایی طایفه تایی خاندان هم بیتن که یک عزیزی آن بابت تیل کشی و تی آتش تو چکش دست نداته بی چیه کرتا ما بی باره با. بلوچ نسل کشی فقط یدام نهه که هر چند که ما هم گشتری ادامان په بلوچانه. پچیش ما فکر کنی که میچوکانا مدرسه ندانته، پچیش ما فکر کنی میچوکانا وانک جاه نیسته، پچی آن نلوتن بلوچ سرپد بی، آن نلوتن بلوچ آگاه بیته، آن نلوتن بلوچ و دی حکا بزانته. مروچی ما دانی که اوتی هوری و همراهی گوتی برات و گوهارا آن نیمه گوچه بلوچستان اعلام بکنیم و هنچو هم بگوشیم که بلوچی کم بلوچی راج باید پا بیتیم، بلوچی روش باید آگاه بیتیم. ما تا آگاه مبین تا سرپد مبین ایمی کشک هنچو هستن تو ادامه داری. بلوچی کشگا ما یه چیزی رو که متاسفانه یاد گرفتیم که هر وقت می عزیزی کسی کشگ بیته ما گوشیم قسمتت خدا تقدیرت قسمتت خدا می حکا گیبته. نه، خدا هر ملتی هر راجی سرنوشت آیوتی دستا خدا و گوشت رقم جنگ بیته. می سرنوشت بدل نبی تا زمانی که ما وقت ملوته. مگه آنی مگه بلوچستان شرق بلوچستان مگه نکشنتش؟ مگه هر روز پاکستانی دولت ماشمی بلوچ راجع آرنگ نگیب تو نجن تو خیابانان نبارتش جوانان شگار ندنته؟ مگه نکنته ای کارا؟ هر روز ای کار کنگه بیته. بله آیا به این نتیجه رستگن که اگه وقتی توار چست مکنه، اگه وقت پاب میایه این نسل کشی خلاف پا میایه، آنی
نسل در نسل آن تمام چوکان باید همین بزدگی بکشن، همین بدبختی بکشن. ولی شما یک بری هم فکر کرده که پچی وقتی که شما گندی که ما گندی که اعتراضی بیتن ته بلوچستان مشرقی په که چوکلوکان چه که گوندی چوکلوکان په که جنین مردین و بچه لوگ زهگو په شد گوندی هورن ته اعتراضات په خبره کنن چیه که آیان یاد گفته شوتی مسترینا آیان 77 سال یادش گفته که باید تنها چیزی که ما را نجات میتو پاکین تنها آیان یاد گفته شوتی پتوماتا که چونکا اوتی حق کلوتا ای چوکلوکان شد وحدی که گونده یاد گرن خبر کنه کسی یاد نگیفته آن ته عمل دیسته بانو مهرنگ، بانو سمی، بانو کریمه و بازی هزاران دیگری که هنو ته خیابانانه شاشه چوکی ته خیابانان بتنگه همین چوکلکانی که الان وقتی که یک جهتی بیته پهک اول چوکلکان دیمایه شان زانه که اگر مروچی خبر مکنه زانه که چسمه بن این بلوچ نسل کشی هیچ وقت تمام نبیته هیچ وقت خلاص نبیته مایی که تونی آیه خلاص بکنیم. من اوتی یه دیگه گفان هلم بعد بانو فریبا خبر که من پهل لطن باز خبر کو من لطن بانو فریبا تو اوتی نظر اوتی حیال ها ایبابت ما رو بگو شیشی که بانده اتفاق ما را که ما گو بانده ساعت 11 صبح تمام ملت بلوچ دال بنده لا جمع بند تو این موچی هستیم بودن که اولین سالگردن که این موچی برگزار بیتن یاد بوده برگزار کنم تی خبر تی گپ ای باره و چی این بلوچ راجع نتور زنده باد فریبا جان سکی واشی کاریت که ماشما هور بتونی یک گپی بکنی به هر حال میشمی دست پچترین که در اعمال کنین تونین بلکه بتونین در موردی مسئله کمپی گپی بکنین گو هم مشورتی بکنین گویدگاه عزیزان ای اخبار در واقع بگوشین که چی اتفاقی کبی که میشمی ملک امکان نیستین سختین که مردم بتونین آگاه رسانی بکن به هر حال این امکان برای ماشما که خارج کشور اسما جان وشهت ندارم به هر حال منی گپ همیشه که ماشما هم جدا نهی ماشما په یک حالا چی تو که این بلوچ پاکستان نیمک با میشمی نیمک با هر جای ببین ماشمارش نهشته ماشمارش هنچو ضعیف کرده هم لحاظ روحی همشی که محروم و فقیرش داشته که ماشما فکر کنه یکی یه میشمی حق دادم میشمی حق هیچ کس نده ماشما و باید بیتی حق پچ بگیره و یک چیزی که سک وشند که پاکستانی نیمگه هنو ماشمار یک الگوانی هستن که چین شجاعین و دلیرین جنینند تو یا هم بود مچی گرند برای نسل کشی بلوچ به هر حال آیان یک حزبی بوده آیان تو انتا بوده سازماندهی کنند تا این مدت ماشمار ایران واقعی امکان نبوده پچی که حداقل بوده انگلیسی حکومت بوده گشتر همانی افکار بوده تو انتاش بلوچ کمپی درس وانی بلوچ تو انتا بوده سازماندهی بته بکن تهم بلوچستان ایران واقعی ماشمارش ضعیف کرده و الان زمان انتی که ماشما یاد بگیرین که ماشما هم توانه ما هم کمتر نه ما هم توانه پاوتی حقی گیرک هنچه تو پاک ببین هور ببین جنگ و پترنگان بله بین ای کام و آ کام و اخشار مختلفی که هستن یکی غلامی یکی حاکمی یکی میری شان بلن کنار هور ببین جنین مردین جنگ و بله ما جنین و مردین پشت همه بداریم ویتی جنینان هم دیما کنیم ویتی مردین در کنار هم سخته آسان نه ماشمار مطمئنن سرکوب بکنن که همچوشش کرده ماشمارش نسل کشی کرده تا این مدت ماشمار بلکه سار نی بله من فکر کنم که الان هر دو این قسمت بلوچستان هر سه این قسمت ها آگاه بوده که الان زانه که چو ماشمار کشه گاین تو ماشمی نسل دارنگار کنن همیشه که ماشما باید دیگه اختلافان وقت بلن کنار بلوش باید ویتی همدیگری پشت بداریته چیزی که مهرنگشان او دگوشن هیچ پرکی نکن ما آنی پشتای ما در کنار آنی ما آنی تواری نسل کشی که ته بلوچستان پاکستان بی هیچ پرکی گمیشمی نسل کشی نی هنچ که شما دی به خاطر ماهو که تجاوزش کو به این دختر 15 ساله پای احتم مردم ته زاهدان با شجاعت چس بوده
کاش که پهک یک جمع چسب بود یعنی نتونتش این که بکشن. به هر حال این شجاعتیت که می مردم ته زاهدان انجام دا که واقعی بازی نیش نسل کشی کو بازی نیمیش می عزیزین جانانش گفت میشمی چکان هردی زیر 18 سالگیش کشتن شی هم نسل کشی گفت بیشتر 300 نفر در واقع زخمی بود و گیش 110 120 کشک بودن که لحظش ناسنامه هم نیسته. پس نسل کشی هم یک کپه هم کپه ما شما باید وقت آگاه بکنیم وقت واقعی باید ما شما در کنار هم ببین میشمی حق ندهیم ما شما باید بگیریم ما باید هور دست جمعی باید بیتی حقا بگیریم. کسانی که قدرتش دسته الان 100 سال ماشمار سی نیم کرده چه پاکستانی نیمگا چه جمهوری اسلامی و همین حکومتانی که ته ایران بوده یکی رحمی پا منو تو نیسته پچه که بلوچی جاگاه جاهی که زندگی که بلوچی قدرت بلوچی تاریخ بلوچی هویت من نلوتو بگو شما من ناسیونالیستیم نه من همه حقی لوتون که ایدگران هسته وقتی ایرانی حق هسته من هم باید مثل شهروند ایرانی باید حق ببیته منی چوک نباید گوشنک سرای ایر بکن منی نسل نباید کشک بی هنچه که آیانی نسل کشک ندی پس هیچ پرکی نکشی بلوچ پاکستان نیمگه پک می سیادن تو می وارسن تو می مردم می همه مردم ما هیچ کسی درد و رنج نلوتیم بگنده ولی پوتی حق هم هوشته چون نه اینکه می حق بگیرن تو ما هنچو ساکت مننده نه الان زمانی رسته ما شما په هور به در کنار هم با اعتراضات مسالمت آمیز سعی کنیم تی حق بلوتیم مطالبات وقت بگوشیم. به هر حال چیزی که من دارمشون نسل کشی ها چه ایکب چه آکب هسته فراموش مکنه تنها راهی که ما شما هسته میشمی موچین تو میشمی اتحاد و تو پاکی. حالا پدا دیگه گپی بو ماشما خبر کنه که اسما جان منتوار فریبا جان پدا تو برگردم گوهر اسما جان باس منتوارن که یحتی لایو گما هوروتی تر و اشت بشم و پیش را پیش هست تی تمام جود و کوشستان که تو که بلوچ راج انجام ده من تی منتوارم. حالا که من از شما شعبه لایو گما هوروتی زانی موضوع لایو هم بابت باند داتن که 25 ژانویه که اعلام بود روچ نسل کشی بلوچن که بانداست اولین سالگرد این تیو باند هم ساعت 11 برجم داره که بیتن دال بندلا من یک جستش تو هست بانو اسما شیعت که چیه ماشمی بلوچستان نیمگه حالا من بهترین که ما عادت کردم تصمیم طبق عادت چون هنچه که تو ایران بلوچستان پاکستان در صورتی که همارن که بانو مهرنگ یا بری وشنگ پیکو گوشتی که بلوچستان مشرقی نی بلوچستان مغربی نی بلوچستان یکی ما تونیم بگوشن شرق بلوچستان غرب بلوچستان یا شمال بلوچستان ولی ما په بلوچی ما په یکی چیه که وحدی که یک کسی ماشما باز گندی خبران آن نیمک بلوچستان گندی وحدی که یک عزیزی رو دستگیر کنن وحدی که یک دولت پاکستان یکی رو بارت پجیل و زندان مچ مردم بلوچستان پهکان شروع کنه به اعتراض کنه که همه یکی نپری بابتا ته حالا این پلتفرمانی که دارن چه در یان در و اکسان شگره ما دیسته که مثلا اگه یک جوانی رو برای آی ماست مثلا پیرزالی ماست که زهگی اکسا گی در یته ما دیسته که همین دولت پاکستان نه پاکستان چونکا همین جنین آن چونه جنته چونکا گیبت بارتش ولی باز پدا آن یانت خیابان و باز پک همه یکی نپری تواره بن ولی ته همین اگر پداتر هم آمد شارین ته همین دوی گوستگین دوی هفته هم چین کشمی مردمانش گیبت برده 38 نفر یه روچ ته نصرت آبادش بود پریری همین زیاد یا پریری تیواش گشتش که 6 اتوبوسش پر کرده که شبیش ناسنامانش برده به بهانشی که مثلا شاوانستان مازانی که چون نه 15 نفر که آروچون وقتش که شاد چیزانی که ماشما صحیح بیم بازی چیزی ماشما صحیح چی ما بلوچ راج عادت کرده که این نیمگاه غرب بلوچ
من دیسته که هر چی که گوشین که مثلا دادخواهی بابت خبر کنی که گوشین شمی حکه اگه مثلا یک سوختری کشگی بیتیم شمی حکم ری شکایت بکنی تی همه قانون و جمهوری اسلامی ننوشته که یک سوختری با تو تیر بجنه بکشه ولی پای گوشین قسمت بوده میکنه زای قسمت من بازی کسی خبر کرده که آن زهگ جمهوری اسلامی کشته گو تیر بدون گناه کشته گنتیش جمعه خونیم تا گوشتش میزه قسمتی هم شبت ما تکاسر الله گیته همارن که من گوه الله وقتی گوشته یک ملتی سرنوشت عوض نبیتن تا زمانی که آن ملت وقت ملوتیتن من تو فریبا یا هر کس دیگه یا مهرنگ یا هر کس دیگه ما خبر بکنیم ما سازمان های بین الملل گوشین خبر کنین دنیا سرپر کنه که بلوچستان چی اتفاق بیته این دولت ها چی گما کنه ولی تی خیالا تا زمانی که من فکر کنم تا زمانی که من وقت آگاه مبوم گوشی کسی که وقت تو تونه پادی بکنه ولی کسی که وقتی پواب جته تو نتونه چستی بکنه من فکر کنم ما عادت کرده ما به درد عادت کرده و عادت سلی چیزی و هر چیز قسمت و تقدیر داریم گوشیم پچی چوشه ما تو فکر کنید پچی ما ای حس هوریت ما نیسته مگه همی بانو مهرنگ یا په ملتی که ما گرده باندرن دال بندل جنبه شا په فکران سیاسیش مزانی مثل هم نه شا په گو هم دیگه فرق کنن فکرش همه چیزش ولی یک هدفی آنها بلوچستانه آن روی چه بابت بلوچستان هوره با پچی ما چوکت نکنیم تیه یالا سلام به تمام عزیزان سلام به هر دو فریبای عزیز و سلام ویژه به عزیزان بلوچان شرق بعد من گوشی اولش یه چیز باید من گوشیم که مشمه بلوچانی الگو باید افرادی مثل مهرنگ و سمی بیتن و تک تک آنگانی که تی خیابان یاین مهرنگ و حمایت کناشه گوانترین زرگی که تو ماسه بگل آین تا پیرمردی که اصلا دستن یا پیرمردی که اولر دستن پیپن نظم یک جامعه داری چه اطلاع چکن سوالی که فریبا جان تا پرسه چین که لایه دارید اماش من نتونه یک جواب قانع کننده چه ودی کنه یا گوشم بعد فقط دلیلیشن خب یکیش دلایلشن خب قدرت که دست بلوچن نبوده که بلوچتن عدالت رو اجرا کردن یا بلوچتن کاری انجام داده مسیر عدالت یا خواسته که بلوچ هستن بعد حکه خب مشما دارن که 100 سال بلوچ مستعمره یا گتیرن باشین که سرزمین اشغال شده توسط گجرن که هر مدل که گجر دوست داری حکومت کنتن گفتی تمام سیاست هایی که داریدن و بدترین سیاستی که بلوچستان اجرای کرده اختلاف اندازی که ما دارن به جمع گیندن براس توپک کشی براس سیایی و اوجانت یه مشمی فرهنگ نبوده مشمی دو دوره بیاده نبوده ولی متاسفانه هندو دوره دارن گیندن که براس مونتون نگن پچی به خاطر سیاستان کثیفی که جمهوری اسلامی چه فقر فرهنگی گرفته چه فقر آموزشی گرفته تا فقر اقتصادی ایشان تمام دست هم دیگه بوده یعنی که آدم به چه نقطه‌ای برسه که اگه منی براس من مثلا یک پولی شایع لطین اگه منی پول اون ندارم من گموت کنی په جانه و یه تفاوت بلوچستان ما دارن گندن به چم گندن که جوان دوردانه گم گرفتش چکنجش کو پول زور لطتش خانواده نداشتش بس این گشتی که من پول من چون کنیم گشتی بروتی کلیو سارق نشده کلیو با که حالا مثلا یکی کلی 20 میلیارد نمیته چون اختلاط چین که نفری کلیو با که نفته که پول زور لطه بابت یه شرایطی که بلوچستان هستم نبیته مردم رو پاک و منزه کنن که گوشن نه مردم هیچ گناهی ندارن تمام دولت مقصره نبیته گوشه که نه دولت مقصر نیست تمام تقصیر من ملتی گردن نه هر دوکین دست همش تا وقتی که اما به جای اینکه به فکرش چی بیان که اسوخ بری که خیابان ات مثلا جاتو ته با کلات تیر بیتم بونه گیرتم چی آمینی جگر گوشه هر وقت مشمه حس همدردی خیشتنداری به قول گجران بین مشما رنگ گوگور مشما توپاکی آل از مشما تو نمیشن که بله اما حس توپاکی شده برزه وقتی که من حس کنی که آی که با اوکلات شهید بیتن یا کوشه بیات بنزین اسوچی ته حس کنی که امنی براس امنی دل شته شروع که به صوتنا من حتما یک اکت یک واکنش نشانه ده
ولی متاسفانه نه آدم یه اختلافات هنی که ایجادش کرده همیشه نظر قومی که بعد قومی ها بینن یک کنار دیگه نظری بلوچستان هم 8 میلیون بلوچستان هم تقسیمش کرده نظری من بلوچی که مال استان کرمان و موزبان و ایدان باز احساس مسئولیت نکنیم نسبت بلوچانی که مال وقت بلوچستان یا احساس همدردی نکنیم نسبت با هم و بجز اشاره داره که دولت یا سر دین و ادیان مش تأثیری هشته و سعی کرده دین بلوچان تغییر دهد تفکرات و تمام آسمیل کردن فرهنگی بلوچ خب مش داره میگن دو رو بگه بلوچ چوشین چیز نیستن که براسا چسبیتن یا همه چیز که روش پیش خب اما دیستن که جنین زبانه میرجابه چسبوتن شدن فرمانداری او فرمانداری که بلوچ مهدی هاشمزایی فکر مهدی هاشمزایی گوشتش که آقا اما نظرن اگه اما آدم حساب کنه تمام نظری دارن در مورد امام جمعه همه نظر یه شد کسی که وقت را بلوچ داری تو پچ بلوچی داری هیچ وقت به جنین زده توار برزی نکرده مخصوصا کسی که هم تو یک مسند قدرتی نشته هیچ وقت چوشن جسارتی نکرده که توار به جنین زده بلوچ برز کرده اما جنین زده که هم ما سری که تی سرایم اینکه ارزش بوده که سری جنگان و واپنته ولی اما متاسفانه گندن اما اینکه فرهنگی زده بوده یا اینکه آسمیله بوده که امن فرمانداری که بلوچ هستن یک تهدید که هم تام جنین زدن بلوچ آوبد مشما انتظار داشته بین که مثلا مشما جامعه بلوچستان ترقی کنه نه وقتی جامعه بلوچستان و شرق بلوچستان و مشما سکنن گندن تمام لیدرانش دکتر مهندس نزن حقوقدان دکتر محرنگ دکتر سامی فلان فلان ولی امه میمه مثلا که امه مهندسان که مثلا فرماندار بیان یا نظری دکترانی که هستن ایشان به جایی که به فکر وقتی راجا بگن به فکر وقتی ملکا بگن که به فکر منافع شخصی وطن تو به فکر جیب وقتشو بالاخره امیال شخصی وقتش نمیتونیم باشیم که من ناامیدم نسبت به مشمل میگم اتفاقا من باز خوشحال به دیدگاه مثبتی نسبت به مشمل بلوچستان داریم من ببخشید من باز خبر بدین من لطفاً لایو شروع کنین بعد من شما تو که عزیزم لایو تا هست تو بهش به جایی که ما آدم دورا بریم بیاین کانال شما دست در ما که انت مرسی که اسما جان خواهش به جای اینکه ما همدیگه جانکه پا یک لحظه بنن فکر کنن آقا من بلوچی که بلوچستان غربون گو بلوچی که بلوچستان شرقی گو بلوچی که بلوچستان عمانه منی پرسو پیروک یکی فرق من گاهی که عمانه یا گاهی که شرقی چینه فرق مشمی تفکرات مشکل چه مشمی تفکرات یه تفکرات به خورد مشما دیگ بوده گو آموزش ناسحیحی که به مشما همه آموزش کپری که به مشما دیگن تو چی رو کنن چه آموزش شروع کرده تا هر قدمی که مشما تا یه جامعه گجر دارن زورن داریتن مشمی فرهنگ یک صورت به صورت پس رفته کنن تدی بقیه ملکان مشما دارن یعنی که آقا نژاد دیگه هم معنای خاصی نداریتن نزنین جنسیت معنای خاصی نداریتن نزنین رنگ پوست معنا نداریتن بله اما دارن یعنی که بلوچستان هنگه که هنگه این که سیاست دولت قویه که آن نزنین لوریه آن غلامیه آن نزنین سرداریه آن واجه یه فلانیه اما متاسفانه باید یک چیز دیگه هم باشن یک چیزی هم هستن که من به عنوان یک جنک بلوچ اهل تسنن من باورداری میشه که آگاهی اما در زمینه جنین زرگان محدود کردن مشمل جنین زرگان گو مسائل دینی باعث بوده که جنین زرگان به حاشیه رانده بگن یک واقعیتی من نتونی که اطمینان کنیم به خاطری که من مسلمانی هستم یا فلان نبیتن وقتی که منا نی براس یا نی پس یا نی دیگه سیاده یه تشریتن که اسما تیمو دنوان تا خیابان تا مرات حق نداره درس بوانه تا حق نداره کوشه نزنی فلان پاداکنه تا کلیپس نداره کتک وری باوتی کلیپسی که وقتی سره تارجنی خب ایشان چیه ون نتیجه همیشه که اما آنی ما دارن یه محرم چسته بیتن پرچم داره بیتن تا دنیا یکیش تحصیل گذارترین زنان جهان بیتن بله همه بلوچستان نه همه دینی زگانی که تمام جنین زگان بلوچستان پتانسیل یک محرم بودن دارن ولی متاسفانه شرایطی که محیطی که تایی تو بودن یا فرهنگ و تربیتی که برام بوده باعث بوده که یه مسائل همه بلوچستان پررنگ ولی تو همون محرنگان شجاع مگندن دقیقا محرنگان
گاه شجاعت ها اقتدار ما گندن یک جامعه گندن بلمی جنین زگان یا دندان و تا وقتی که یک جامعه جنین زگان آگاه ما بینن بوتی حق حقوق مردین جامعه مردین زگان هیچ واکنشی نشانه ندن مهم یشه که مشما جنین زگان جوابات چیز کنه و جنین زگی بلوچتی حق جنین چرگی بوتی حقا آورسه چرگی بوتی حقا گیره یه مسئله نیست که من تا یک رام شما رو کشن که ها عمری همین جهت کفافت دیگه الله برتی خود درسته الله برده ولی به یک وسیله گو یک ابزاری گو یک چیزی نباید مشما وقتی ترستان و وقتی بیارزگیان و پشت دینا چیردیم من اسمایی که نتوان چوتی براسه مونا دفاع کنین یا شهکی دفاع کنین یا برای حداقل شکایت تنظیم کنین تا دادگاه من بیاین فقط بشه خدا رو تدوارتی خود یه منی بیارزگی یه منی ترستان یه منی وحشت نشاندن که اگه من یک قدم بزرین دیما برین چوتی حکا ولتین دفاع کنین من هیچی و یه اتفاقاتی هن که بعد یعنی نکاتی هست که باید موشکافی بکنه بلوچستان متاسفانه یک جامعه که هر نیمه گیسه کنن فری بجاشه هر نیمه گیسه کنن آسیب دیسته آسیب عمیقم دیسته مثلا اگه میشه سر گیرن بگسن پاده بونه پاده گیرن بسن قوتگی و بقیه اعضایی ولی باید شهر شروع بیتن من چشم بانو کسم من تیهبران کاملا قبول دارم من چند تا چیز رو نوشت وقتی تو خبر کو که لوتون در مورد خبر کنم ولی پیسرشی که همین نکته هایی که تیهبران تا من در کرده بگوشم من حیال کرد تو یه چیزی بگوشم یک حالا یک گپی ما معدی که من بلوچستان تون که یک دوست سنگتی من هست ماشی چند جا دیگه هنگوشه اتفاقا همین 2 هفته پیش یک دیوان بلوچی ما یک جای نشستی همین باره که بلوچی موچی و یک جایی ما داشت خبر کو که بچه بلوچان نه من جالبت که یک شمی براسان که هم داند خبری کرد بابت این مسئله بحث عادت و به درد و شان که ما بلوچان بعد محیال کرد شی خبر مثل همه چیزی که من وحدی که یک تا ایشی اسم جرقی که ذهن من بود همه دی وحدی که من بلوچستان تو یه دفعه ما داشت خبر کو گشتش که یک در مورد لحظه مردم سیاسی جوتکار که این گوته یه نیمه گوته اروپا تنشان بعد یکیشم سنگتان که همون داشتنش تجزیه و تحلیل کو یکیشم سنگتان اونجا شزان چیه شانی که مثلا رایم سیاسی کار وحدی که شب بلوچستان در بن تو روان سیاسی کار کنه چیه یکی بگه ها لحظگان رایم دنبال مثلا پناهندگی بخاطر شکل رو پناهندگی بگیرن رای سیاسی و یکی بگه دلش باز تنگ بی بلوچستان و فلان و دیگه بیکارن دیگه مثلا ننده برکنه هر کسی چیز دیگه تا بعدی که من وقت یهتم ادان لندن که یهتم خب من فعال سیاسی نبودم من همیشه ته حوزه جنینا همون موقعی هم که مثلا معلمتون و مثلا چند سال آخرم به زانم من ته پیج و نوشتم من ته فرمانداری و بهزیستی و شام په بوده و ته کمیسیون به عنوان فرمانداری من 2 سال کار کردم ته حوزه جنینا فقط مثلا من فعالیت کردم حقوق بشر و نزان البته که حقوق جنینا هم جزئی از حقوق بشره چون جنی هم بشری دیگه بله وقتی که من یه تا ادام من پناهندگی نه تو یعنی من ویزا مچی قانونی هست ویزا ازدواج یهتون راحتون تو ایران برام بیام بعد خب 2 سال بعد از چی که من یهتون تقریبا 2 سال و نیم 3 سال بعدی که همین اتفاق زاهدان که من اون قبلشی بگوشون چیزی که من وقت یه ادان سرپد بودم و دیستم و باز من پدرد بودم ایشیت که من تازه فهمید چرا شانی که ادان دارن یهتگن حالا فعال حقوق بشر بن فعال سیاسی بن فقط بابت پناهندگی یا شین نهش یک فکر اشتباهی که آن هسته چون من بازی مردم گلم پناهندگی گیرم ولی هیچ پارتی سیاسی نکنه یعنی هیچ براتون ندیسته یک بار بیان مثلا یک چیز در مورد مشکلات مردم باشن مثلا عناوین مختلف پناهندگی ولی چیزی که آدمانی که یاین حالا مچیه کنه فعالیت کنه درد این تو وقتیش ملک داره به یا ادا تازه متوجه درد بگوشه پچی و تی فرق گنده تازه
فهمه که شا عادت داره به تازه انگار تی چما پچه با گوشه پچی مثلا این همه سال ایشان عادی نبوده، ایشان طبیعی نبوده، پچی من به این درد عادت کرده. با عادت تو فهمه، با فرقه تو گشتر فهمه ادا، چون تو یک زندگی نرمال تر هسته تو گشتر فکر کنه و فهمه که تو چین که تحت ظلم بوده و تو تازه فهمه که تر به عنوان یک انسانی هیچ حق نبوده. تو نه ادام تر دو تا انتخاب هست، تو نه راحت زندگی بتب کنه بی خیال ببه و گوشه خب من یه تا زندگی بتب کنم، تو نه ایشی انتخاب کنه، تر مجبوری نیست، تر کسی مجبور نکنه و تو نه هم فکر بکنه که خب منی پس، منی ماس، منی گوهار، منی براس، منی محلوک بلوچستانه و من باید ایشی حالا من یک نفری و من 10 نفریم باید ایشی خبر کنم باره باشم که مردم نه ایشی که ماشمی زنده که ماشما تهینشی زنده نه ماشمی زنده شماشما گبته ماشما و واب کپته، یعنی آگاهیش ماشما گبته و ماشما ندیست، ماشما یک پرده جلو چمان ماشما اشته. یک جور دولت جمهوری اسلامی و این دولتان به ما نشان داده که شما بلوی چیش می حق همشیه می سرزمین شما گبته و میوتی حقانه شما گبته، یعنی کمترین حقش هم شما گبته. ایشی که ما گوشین که مثلا حالا این یمگا مثلا مسئلان ما گشترن ته بلوچستان غربی یا شرقی یا کمترند فلان بسیار یک که من حتی فکر کنم مشکلات آن ته بلوچستان شرق بلوچستان حتی گشترن، آن دسترسی حتی به آموزش هم کمتره، خیلی باز کمتره. من یک بار یک دوستی من هست همدا ته انگلیس من ششی لوتت که بیا کلاس زبان بلوچی بلی پر زرگان ته بلوچستان ماشمین یمگا بعد ایشی گوشتی که من هنو کلاس هشته پا اینه مگه بلوچستان شرقیه گوشتی من الان ته همی کلاسی که ما گو 10 نفر شروع کرده در عرض یک ما 300 نفری اهده. بعد گوشتی که من گندو همی کلاس من اگه ته بلوچستان ایران بلو و تی همو ایران بلوچستانی مثلا متولد بوده بله 10 نفرم نیته ولی گوشتی تو نزانشان این که شوق یادگیریش هست ته شرق بلوچستان که گوشتی ما الان 4-5 نفر استاد یعنی با شوق داریم یعنی هر روشان گشتره و ایشی گوشته نیمک ما نیستیم پچی چون ما احساس کنم درد عادت کرده. و یک مسئله دیگه بحث جنینان توگو است ما جان. ما حالا بحث دولت که کاملا 100% موافقه، یعنی اکثر مشکلات ما شد دولت هم، ولی خب دولت حق ما رو ندن و اگه ما به امید شیمینه اینده که دولت می حق کادن و یک روچ ما خوبه هیچ وقت نبیته آن نیمگم تند منندن و بگوشن خب یا قسمت یا بالاخره یه روچ خوب بیاد که چست بیته اگه هرچ من فکر کنم اسما با چست بی فریبا با چست بی آدگه با چست بی پچی خوشی نبیته. ولی اگه هر کجایی ما هر سهمیه درسته پمنی خبر کنه بعد بلوچستان آزاد نبیته. من یک دفعه یک شمنی عزیزان وحدی که منی زرگان زندان تم منی ماست منی گو تو چیه کنه مثلا منی گو پتی توار هیچ چیز نبیته این همه آدم سیاسی 40 سال کار کرد تو یه جنینی فلان من باشم ولی من اون سهم ما چه کنه حالا منی به من اتفاقی کپی یا نکپی مهم نه بانده بلکه منی زرگ رو برو بلوچستان زندگی کن منی گوهر زهتان گو زندگی کنم محلوک گو زندگی کنته من نلو تو آن رنجی که من دیسته الان من رنج نکشم بله عادی من الان رنج اتفاقا گشتره شاید در ظاهر زندگی و رنج نکشم تو تحصیل بکنم امکانات هستن ولی رنجم گشتره چون پچه این همه سال رنجش به من داده. خب و مسئله شیه که ما این آگاهی به دست میاره تا این هوری مبیته و خب بچار این سازمانی که الان مهرنگشان هستش 77 سالانه گشته فکر کنم 70 ساله این سازمانش هسته آیان به یک جای به این نتیجه رسیدن که باید یه سازماندهی بکنن هر کس که هر فکری بی برای بلوچ راج هور ببیته. ولی چیه مثلا ما الان هم تشمی هبران هم هستد گوشته که ایشی گوشیته حالا آی گلامی آی مولدی آی نظام سرداری آی واجه این چیم تش آی بالاتر زنشی گوهی کار نکن آی گوهی کار نکنده یا مثلا براس کشی کنه یا مثلا همدیگر گوشی لوده پچیه شی پچیه مثلا چرا طرف من فکر کنم همه کسی که یه تیموتی براسی لودنته مخبری کنته ما فکر کنی شی پچیه ما نزانه ما گوشیم که لعنت بی مخبرا لعنت بی جمهوری اسلامی ها آن مخبری به چه حالی داشته به چه روچی داشته من دیسته من همو بوته و بلوچستان که مثلا طرف
اینکه ماشما پهدیسته بدبختی و فقر که وقتی انتخابات بی نماینده بیشرف به خاطر یک رای بدن یک حلب 5 کیلو روگی نیدن و آی حاضر رای بدن چون زان تشی پری هیچ چیز نکن ولی آن نیاز روزانه تامین نکنده. من نگوشم من مخبری کارای دان من چیه نکنم ولی گوشم ادانه تقصیرات دولته و این فقره ولی بازم ما تونه کاری بکنیم همین میگوری و همراه یک جایی باید شروع بکنیم. که بحث جنینا باز خبر هسته اسما جان ولی یک چیز نکته‌ای که هسته همشه متاسفانه ما ته این قسمت غرب بلوچستان ماشمی نمیگه ماشما هنگه ماشمی ملت یاد نگیته که دین مذهب ش سیاست باید جدا بیته دین مذهب هر چیز شخصیه هر کسا ترا اسما تو دوست داره مذهب پات انتخاب کنه دینت انتخاب من دوست ندارم تو انتخاب کن تکوس سایبی من انتخاب کنم مبون ولی یک هدف ماشما داری و باید بشیم مگه ماشما تو این کشورهای غربی داره زندگی کنه باور کن من چندین بار گشتم و هم گشونی من موقعی که یحتایدان من یک دوستی هستم فوق العاده مذهبی هم دا تلندن پیسرا من یحتا و 5 وقت نماز و بانتم مرتبه حتی من یک جای کار کو شخص مسیحی من یاد شیر جانما زیر کود نمازی وان من هم سلوختتون و خیلی آن به ما احترام شد بعد یه روچ ما ته محله آن داشت راه رفتیم گوش پری با یه روچ ما حساب کرد ته همین محله ما 30 دانه مسجد هسته یعنی ته کشوری که مسلمان نه 30 تا مسجد ولی تو نگنده دین این که قاطی مذهب هزاران مذهب بغل کلیسا بغل معبد هندوانه هرچی کنار هم دیگه هر کس اوتی دینو داری که آی بدون تکو آی بو چادر این که آدم تلندن تو گنده با برکه و نقاب هیچ که نچاریتش یا من سلوخت هیچ کس نچاریته ایشی که ما یاد گیریم برای ایشی که مبارزه و جدا بکنشه عقاید شخصی و تینشه باوران و تین باورای شخصی و جدا بکنه وقتی که جمعه خونین زاهدان بو اگر یادی بی چشان یا واقعیت های تلخی من نلوتم مبارزات و مقاومت مردمان و چی بکنم جنینان ما یهتن درا شاباشش بیتیم و من واقعا تحسین که گچادر هم یهتن درا و خبشی خیلی مچید این شی نشانش دا که ما مبارزه کنه حالا آیا که بدون چادر مبارزه کنه آیی دوست دارید یا که چادر آیی هم باید حساب کنه بیا ولی بعد از یه مدتی جنینانش دیم دا تدوار و گوشتش که تا زمانی که ما مردینا هستیم من این جمله بارها اشکود مردینان گوشت تا زمانی که ما هستیم ما اجازه نده که می جنینان بیایم ما پیش چادر بیم مگر الان ته بلوچستان مشرقی ما نگنده جمعیت اگر 100,000 نفره 70,000 نفر جنین و جنینان پشت جلو مردینا پشتش دارن راه مگه دولت پاکستان این جنینان نگیبته مگه هفته پیش ما ندیست چونکا زبر شد سمی و آدگه جنینان تکوان شکشت مگه شان جنین نه هم مگه شان بلوچ نه هم بله شانم هستم ولی چه فایده ای هسته که من تکو چادر سر کنم ته دوار منم گوشم زهگش کش و قسمتت نه همین چادر سر کنون رو در خیابان در فرمانداری وشتو لازم نه که حتما بیان برون اسلحه دست بگیرن و برون یکی رو بکشن در فرمانداری میزنن نه تو باید بری خبر بکنه که بزانه منی زهگی حق نه که به خاطر سوخت بری تو کشته منی زهگی حق شناسنامه ببیته منی طبق قانون ما نزانیم متاسفانه آرشی می تحصیل کردانی هم میاره که اگر کسی نزانته هم راهنمایی نکنه شناسنامه هویت طبق فلان ماده فلان و تمام هر شهروندی که تو ایران زندگی کنه باید شناسنامه داشته ببیته خب بله شی ما نزانیم خب ما هنچ انگار قبول این کرده پچی چو شکایه شی ما می پهکانی میاره زانه آگاهی دیما پچی ترسن جمهوری اسلامی ترسی پچی الان دولت پاکستان که ترسیده پیسه را کمتری کارش که مثلا اینترنت قطع کنه الان گنده جمعیت گنده الان که دنیا عشق و توارا مهرنگ و گروه هیچ اسلحه‌ای ته دست نگرفته هیچ کسش نکشته ولی گنده چین که توارش ته کل دنیا برز بود همیشه هوری و همراهیت و ایشی اتفاق نکرد تا زمانی که ما خبر کنیم یک جای باز شروع بکنه همیشه اولی پهک نیان هور نبه ولی قدم به قدم ولی اگه منندی و منتظر ببین هیچ اتفاقی نکپیته این نسل کشی هر روز دمشمی زندگی هسته و هر روز ادامه پیدا کن و رسی به زهگان ماشما ایشی زند ماشمی پهمشی گذیته یعنی ماشما که کشه گبین ماشما که موری ولی چو هرشی که خبره بکنی
و اگر کشتن گوشه حداقل خبری کوتی حداقل من زهق دیست که منی ماس ظلمی بیته سری سکوت نکن منی پس سکوت نکنته یا دیده ولی من الان نشته گنده منی براستش کشت منی براستش اعدام کو آسوخت برش کشت ولی من هیچ کاری نکن حتی ترسو خبر بکنم خب آنی هم نکنتیم خب یادی نگیبته ولی چی بفرم دقیقا هنچه فریبا جان تو سکی ماشین خبر کو ما هم یک چیزی که تو داره گوشه بهیال مکنم بگوشم که واقعی ما داره te جامعانی داره الان زندگی کنه که همه دا مردم ایران ها پارسی هم ها عرب ها کرد ها آفریقایی ها هر جا دنیا تا این ملکان زندگی کنه ما هر سینان گندنش که میشمی چوکان برابرن گو همان چوکان فقط کافیه یکی برش بی احترامی بکن یا خبر بدیش بکن تو تونی یه نامه بنویسه به پلیس بده حتی یک سوئدی یا یک انگلیسی یا اجازه بهتی ندن که به دیگر چوک خارجی یعنی چو علنا بیتی آیگه کمتر بزن می چوک همان غذای ورن تا مدرسه آنی چوکان ورن چون اینکه همه ایرانی همه دا ویتی لوتی بروتن کلاس زبان فارسی بوانی منی چوک رو بلوچی آدگری چوک رو کردی عربی هر زبان رو یاد گیته تو مدرسه چون که پمن بلوچ و دا هیچ امکانی نی چون که ایده لوتا شهروند سوئدی ببن شهروند بریتیش ببن شهروند آلمانی و هر چیز ببن همه اوتی حق و حقوق دولت لوتن ولی پمن بلوچ ته بلوچستان نلوتن پس ما شما باید وقت هوشیار بیم وقت این باید هوشیار بیم یکشی که تا حالا که ماشمارش آرام و 100 سال داشته تهنا جمهوری اسلامی و نه پیسر شروع کرده پمیشمی نسل کشی الان طولانی الان 100 سال ماشمار تاریخی هسته که تحریف بوده شان میشمی کارن که باید بیاین ماشمارش بزرگ کرده و مشی که حق مردم بلوچ من زانو با این نسل کشی که سیستماتیک و آگاهانه توسط این حکومت هم بوده ایشی که هگه ما زندگی هگه ما دارین روین جلو مبارزه دارین کنی ما شاهکار دارین کنی بچه شانی سیاست سکی کثیفین سیاست ایشی که بزانه حالا چه پاکستان چه دولت پاکستان چه جمهوری اسلامی تو قبلی هر حکومت قبلی بوده به هر حال ماشمارش ضعیف کرده میشمی راه ما چیه بکنی هنچه که فریبا جان تو کشاگه بیم میشمی برات کشن میشمی جوان دوردانگینان زورن چو هر روز به تناب دارند کشاگه من میشمی چوک بزگین درس نوانی عقب کپی آنی چوکان روان درس وانن تو دانشگاهان جهان گرن رشد کنن میشمی بلوچ سوخت بر بیتن و مواد مخدر باهای کن سپاه پاسداران هم ملکی هم گفته این جغرافیایی که بلوچ تینتی شرط ترین جغرافیایی دنیا زا اگه شما بره سفرنامان بره بیچاره بلوچ کم ممکن کامینه بوده بلوچ جنین مردم هور بوده گن ویتی حقش گفته تا مبارزات تا جنگ های مختلفی همیشه سر بوده گن همین تاریخ ایران هم بره بیچاره باستان بیچاره بلوچانی تاریخ تمام قسمت ها هجت نتونه داری کنه اینکه که خبر کوروشو بیت آدگر پت پیرو که گمشه بلوچ کمتر نبوده و شرطر بوده کمتر نبوده تا چی که ماشمانش هنچو جتا تحسر که تو هیچ نه نه تی جامعه باشه نه تی جامعه بلوچی شهره نه توه شهره نه تی زبان شهره تی هیچی شهر نه تو اصلا آدم محروم و بدبخت و بزرگ فلک زده ایه در حال که برعکس ما مردمان بسیار با استعداد آدمای پیشروی بودن تا تاریخ حتی برای همین شهر سوخته هم شد تمام مدارکی هم که ربطه سرش سرپوش شده که تو بلوچ هیچی نه اصلی ترین مردم بوده حالا هرچی بوده ما حالا بگذاریم از تمام تاریخی که ما رو بوده حالا ما چیه بکنیم هنچو که شما گا جدا باید بی مگه ما همه تا اروپا نه مسلمان روتی موتی نماز که هیچ کس اجازه نبی احترامی بکن یهود روتی بیدین سریگی نیست این بحثان بلنکرار باید برین سر اصل مطلب میشمی دشمن اصلی کی میشمی دشمن اصلی جمهوری اسلامی هست میشمی جمهوری پاکستان هست که او ده نسل کشی کن چون روت کلش کنته که محرنگ باندا قراریم به خاطر این نسل کشی که بیشتر 100 نفرش اته کل در کرده که جسد بوده که ناپدید سازی قهریش کرده الان میشمی بلوچ هر روز داره نسل کشی بیته پس ما باید آگاه ببین هور
تو گویتی جهد گویتی مغزان بل سر هم بچار چیه بکنه، نه اینکه گو هم بجنگه، بچار اینکه الگو برداری کنه محرنگشان آیان چیه کرده آن سیاسی بودن، زمینه پرش فراهم بوده برای سیاسی بوده. اگر ما همین زمینه هنچو اسما جان گوه زمینه فراهم بکنه ته بلوچستان ایران می جنین کمتر نه هم می مردی هم کمتر نه هم. ما تونه با هم متحد به حداقل بیتی حقا بگیریم. الان دلیل این سرکوبی که ته بلوچستان و پاکستان و ایران بیشتر بوده دلیلش این که الان متوجه ما این که این مردم جد مسر شان خیلی باهوشن بیتی حق زانه مگه کم بشه ماشما کشتن ولی بازم ماشما داره مقاومت کنه و چه ترسی که ته جانشانه این ترس و لرزی که پشان کپته همشیگن که رشته بگه میشمی جوانان کشن پچی کشن پچی پاکستانی مردم کشن بخاطر که محرنگ ها وجود یا حتی اونم پشت محرنگ و مردینا داشتن بیتی برات و پت و برات و چوکم داشتن و همچون ته بلوچستان هم کم نه همیش میشه رزالا باز هموده که هر روزانه دارن جنگن همچون که می مردین دارن جنگن روزانه که جمهوری اسلامیش داره نسل کشی کن. پس ما شما هیچ بر کمتر نبودگیم و نه حداقل وقت آگاه بکنیم بیتی عزیزی دور همسایگی بیتی مردم شروع بکنه دختران ببرین باعث ببین که درس بانه آگاه به حق و حقوق و وقتی منی که ته سوئد منی چوک همه حقی هستن که یک سوئدی ها تو بزام بلوچ چوک همه حق هستن که گجری چوک هستن هیچ فرق نه که پنجابی همه حق هستن بلوچی چوک هم باید ببیته ما هیچ کس کمتر نه ویدی حق بگیره شی مهمترین چیز پماش ما همدیگر سرکوب مکن شی منی تهنا گپه من باز گپ کو نه قربانم فریبازم جا اسما جان تو لرته چیزی باشه فریبازم یک چیزی تا گوشت دلیلم یک خاطری می ذهنم یاد من دستا برس در موردشی که وقتی که آسیبی مشما نشه سمت دولت ها سرکوب بیان بابتشی که هیچی موشه تیز من بگم جا داری یه خاطر رو تعریف کنیم خب من اصالت ریکیوم ریکی هم گوهر کن گرد زنن تنو منی ها هستن که یکیش نیروان پاسگاه گوهرکو یا که چلی که کرد به یکیش همه سیادن که جنین زگه مطلقه و تو گزاگی داشت و تی زیگان زمینی یه کردی آیگی سسن همه سیاده همه منو شدم تا جمعی که مثلا ریش سفید خدا بیام مرزی مرحوم محمد یوسف خان خب پیرو کرد مرحوم محمد یوسف خان یاد همه گسان یعنی قشنگ آب لحظه تصویر میجمع دیم محمد یوسف خان آدم نشتد همش میگوار آدم نشتد که کسی تیر باران بودد یه دیگه بقیه اینم یه آخر هم من نشتدم ولی پیرو خدا بیامرز بجای اینکه بیتون و تی آجنه کیون که تیراندازی کرده من نیروی سپاه من نیروی کجای پاسگاه همچی جنده نواسه که سر تیراندازی کرده جای کسی غریبی هم نی ها ایشی جنده نواسه که سر تیراندازی کرده بعد بجای که پیرو بیتن حکی پشتا بوشتی شیطان تا مقصر آشنگ تا مقصرته تا چونت کرده که یاد تیراندازی کرد اصلا یه تا مقصر ما به خود درک مرده زور نرسی به مرده که مرده که تیراندازی کرده ولی کم بده این مگه خب همه دم یک پوسخندی می لانتایم سرا یادشون خدایا به کجام گام ما دارن کشه ورن مرده راست یا لیت مشمول گواره سر تیراندازی کردن بعد بجایی که مثلا تایی که ریش سفیده تایی که قابل احترامه تا بیای واسطه به یا مرده ادب کنه تا یای وقتی جنده واسطه سرکوب کنه که تا هیچی مش بعد جلسه نیوشه هستن منو همه گوار بتون زادن بتونین سازمان ته آزادی یک هستن چین نیروهای مسلح دادگاه نظام که ته خیابان آزادی یکن شدن صدا قطع بس من سری پوشته کنن منامه همه من گوهم هشم گوهران ما شدن دادگاه داستانهای نظام و اما شکایت تنظیم من کرد و بعد دیگه من گوشتم که دیگه راه زانه جاییه های شکایتی که پیگیر به معدد پدر داریم بعد هم مدت دیگه من دیگه همه پرواز و یاتون سرد دیگه نزنید شون بود چه اتفاقی کرد مرحومم که خدا بیامرزی
به رحمت خدا شد. فریبا جان یه داستانی که من دارشیم بابت تایید کردن خبره. واقعا ما دارن وقت سرکوب کنن وقت مردم ها در مورد زمینه‌ای که مردم رو وقتی حقا طلب کنن. حقی طلب کردن چیز بدی نی. حتی اگه بلوت دین اسلامی هم سری کنن چه بود دین اسلام مظلومی که ظالمی دیما نوشتی گناه سنگین‌ترش ظالم. دقیقا هست. دقیقا این بحث حقی که گوشته دست مجا حالا همه جمله که هستن گوشن که متاسفانه البته حق داتنی نه حق گرگیم. وقتی که می حق کا ندهن ما باید اوتی حق کا بگیریم. من زانو لحتیش ادام راست گوهاران نوشتد که می دست به حجاب نه می دست ما نتونه کاری بکنیم. اگر ما این فکر بکنیم که هیچ بر می دست بنده نویته. من زانو که همه جا سرکوب هسته، هر دوی نیمه بلوچستان هسته، ولی ما اگه بلوچین راهی درگیجیم. ما حتما اولین چیز و مهمترین مسئله سرپدی. من فکر کنم اسمای اینترنت قطع بود نزانم. اولین چیزی که هستش که بلوچ راج باز شدی حق سرپد ببن و بزانه که ایشی می حق نهه. این ظلمی که داری سر ما بی حق ما نهه. این نسل کشی می حق نهه. اولین چیز تو پاکی. ما باید به این نتیجه برسیم که گو هم دیگه تو پاک ببین که ایشی که مثلا من فکر کنم اسما رجال حالا اگه دوباره حالا تلفن پریه من حالا من چی کو درخواستی اوکی اسما ربط جا اولی چیزی که همیشه داشت گوشتم که حق وقتی که می حق کنده حق گرگیه. حق باید بگیریم. گو تو پاکی اولی چیزی که ما بلوچان نیاز هسته. اولی چیزی که ما یک دیگه چیزی که ما نیاز سرپدی و آگاهی شوتی حقا. باید بزانی که این بلاهانی که می سرایته این محرومیتانی که هماش یارته اشان می حق نه هم می حق که شکایت کنه. پچی بیتن که 100 نفر 300 نفر بودن بکشیتن تو زخمی بکن تو جمعه بعد بکشیتن. خب هم تهدیدش بکن که اگه مثلا بیای رضایت بده، اگه رضایت مده شماری رد مرز کنی شمار بری زندان. ما را کشن بعد تهدید هم کنن یا بیای مثلا این که بگیری گوشی. خب باند کوش جمهوری اسلامی کشیری هم گوشته بود یا جا در مورد دیگه مسئله شری گوشته بود خب کشتین دیه این داته. یعنی جان انسان ها پرش ارزشی نیسته و آیا ما می محلوک و می مردمان که فقر و بزگی دارن و بعد چوشکا باشن که ها بیای دیه قبول کنی که مثلا نه دادخواهی یه حق که ببخش اسما جمع الان تمام کنم باید بگردم تو دادخواهی دادواهی هر چیزی گوشن که بلوچی یک حق ماشمی حق. ما وقتی که بس مثلا گوبازین حالا ماشمی بلوچ راجی که زهگانش کشک تنجمه یا بعدی به هر دلیل مثلا من خبر کو باشم که خبر کنی بری شکایت بکنی که حق بلوچیه. چندین نفر من این جواب ده گوشتی که خب چه فایده ای هستی مثلا دادخواهی چه فایده یا مثلا ما بیایم حکومت حقیقت یا خبر کنی چه فایده ای هست. چرا فایده شاد الان تو مگنده ولی فایده بانداتی ما نزانی باندا چه اتفاقی که شاید جمهوری اسلامی باندا برو شاید 10 سال دیگه برو شاید من شما اصلا مگندینی ولی باند اگر یه دادگاه تشکیل بود که ودا په ملتان یهتن گوشتش ای بلا سر ما جیارت میزهگانش کشته ودا آیا ما افسوس نبره که میزهگانی هون پدر بوده ما را اگه باند پوش ای زهگش کش سکوت بکنش کجا زانه آدگر مکشم. یادت که همین ایران یک جنینی هست من حالا یادم رفت نام زهگی که کشد بوده که گوشت رفت خیابان گریتی و خیابان گریتی که زهگی عکس داشت دادی جد گوشتی ملت من هم فکر کنین به من نرسیده ولی رسید چون اگر من فریبا سکوت کنم خاموش من تی اسما ساکت به بله درست که من زهگ ندیسته که ولی په زهگانم که منی ماس نرفته تی خیابان که یا نه تعبیر که من یا تعبیر بکنم شیم بیت یه جای یک زهگ وقتی سرپدری تو تی ماس تورسه مثلا منی ماس تورسی برو ولی باند پوش من زهگ بلکه ما تورسیت روتن تو ساکت به تورسه خبر نکنه که مثلا ولی تی زهگ روتن عادی تو چونه کنه تو فکر کنید و مرگ همیشه شیماش ما رو مثال هسته. مرگ همیشه به همسایه نه. ملتی که هر رو چیان گوشن چابهار کشتارگاهی بیمارستانی
بعد آمی مردمانی که پولش هسته و ترایم رسیدن به شهرستانی آگری بازگی که پولی نیسته باید همودن بموریته بعد آیی که پولی هسته فکر نکنده که ایشی که پولی نیسته شمینی ملت شمینی مردمه. بعد هر دفعه هم به همین نمایندگان رای دهی که گوشه ها بلوی چه اشکال نداره چی کنته. چند دفعه ما په جمع بوده رفت در فرمانداری و اعتراض این کو من یادی همه موقعی که من ته چابهارتم ته فرمانداری بعد یه ما 13 گی موقعی من فکر کنم خبر شما زانی پخش کن چون باز پخش بود یک زهگی که موقعی که متولد بود ته اتاق عمل کشتتش بعد سری سست و مو زهگوک همو ماسمو زمان ما ته کمیسیون بانمان فرمانداری تیم بعد ته یک مؤسسه مال بهزیستی هم مؤسسه خیریه من بوده هم کارکو بعد این خانواده بچار اصلا لحتی و اهلام گوشن درست سواد خیلی خوبه مار سواد بی چون می آگاهی با بالا ولی ما دیسته بازه سواداری هستن و سکوت کنن این خانواده فکرم دشتیاریتم باور کنیم اشان یهتم این که کل خانواده فامیلشان سر صدا کته بیمارستان را شکایتش کو دادا طوریش کو که آخر رئیس بیمارستان آزما همه نامی نگرون ولی بلوی چیت خب مجبور بود و ما تمام ما چیت ما تا یه گروهی هست که په این کارمند و شان پهمونن با ما په اعتراض کو ما باید پاسخگو به فلان بعد این رئیس بیمارستان یه جلسه هشتی گما په اعضای مؤسسه و فلان شما ربطی بودن نشته بعد خیلی جالب بعد ما په آدمان عادیت من معلمی تو عادگه مثلا کارمند فلان جا بعد بین این کسانی که ما 20 نفری که بودن یک دکتر یه پرستار یه متخصص نیستی فقط لوته چون ذاتی ما ته فرمانداری جادی کار کنیم دپ ما رو ببندیته که مثلا خبر مکنین که باندا مثلا جلو شکایتشان بگیرین بس من یه کاری که کشیت خب من دیس هیچ که نیست من قبل از چی که برونته جلسه زنگ بوده یه دوست پرستاری من هست یه چند تا اطلاعات اونگه که بوده خبر کنم بعد یه تا په بلوچه شروع کن دست در مکن دکتر فلانی الان یه تا ای اتاقانی بسته دستگاه فلانی یا دستگاه فلان بعد من بابا مسئله چیه دان شما یهتگی بعد من گفت که حالا ما 4 تا جمله که من یاد گرفتم شایی گوش تو مرد من پچه یه پزشک متخصصی تو نیارته پچه فلان پرستار تو نیارته که خبر بکنته ایشی اون گفت بعد یه تا جلسه که تمام بود تمام گروهی که فرماندار ما په هسته یعنی نوشتی ها خان مولازی همون خان مولازی شما تایید کنه دیسه که من چیزی رو تایید نکنم چوشی گوی رئیس بیمارستان ولی من شی گفت که بگوشم که پدری رئیس بیمارستانش دریا این خانواده ربط شکایتش کو شاید به هیچ جا نرستن ولی کارش کو که این مردک آسیب بوی رئیس بیمارستان مجبور بود به توضیح بدنته مجبور بود مچیت قبول بکن بچاری شاید آمی زهگ برمه گردیته شاید هیچ اتفاق آن لحظه مکپی ولی ایشی که وقتی که من رون در بیمارستان طرف گو من بد برخورده که یا امکاناتی نیسته و من ساکت مانو یه ته مثلا به جایی که کاری په من بکنته توهین کن به بلوچ توهین کنته شما پس چوشش فلانی یه دفعه یک حالا من نسل جدید من افتخار کنم البته په من خیلی هست من گوشن بچل کن گوشن خاله یک که بچلو که هست تچابها رو باز ما گو هم دیگه بحث کو گوشتی که نه خاله همش هم تقصیر دولت نه تقصیر ملت مثلا شهرداری یحته مثلا آشغالدانی هشتن ملت آشغال نه لامپان پروشن فلان کنم بعد هرچی من بشی توضیح داد که بچار چطور مثلا این دولت یه تگه هیچ که یک سوخت بری رو جنب شکا کشی چون که پاور این قانون نانوشته پاور تعریف کنته اگر دولت بیتم فرهنگ سازی هم یه قسمتی قوانین کار دولت مثلا پچه ادام مگه ملت ادام پهکش با فرهنگ آشغال نرشتن تی خیابان یا نتونن با سرعت برن باور که بانداتش بلن پهت خیابان مشروب برن سوار رانندگی هم کنن ولی تو مشروب بری رانندگی بکنه تی گواهینامه باطل کن دولت تو بدون که کمربند بنده منیده پهکان کنه ای کار چون ترسن چون دولت چه تعیین کرده شان دولت نهیلیته دولت وظیفه دولته که شان انجام بدن تمام ولی ما باید هم بلوته یک چیزانی هستن ما مجبور بکنیم ما باید به دولت نشان بده که می حکشی نه ما سرپدیم من فرق گاه بلوچی که تهران بچه گجری که تهران نشته نیسته پچی من باشه بلوچستان چسبم برون یزد یا تهران پچی باید من جا یارو مردم که تصادفی کرده طرف خب بچه شناسنامی نیسته قاچاقی
قاچاقی باید بروت تایه از پچیه پولی نیست پچی باید میزه هگان چو بعد زگ بر پچی این که میوت خاموش کرده شی می حکه شما رو نگوشم بانده بیای بره مثلا اصله بگیر در فرمانداری رگبار بنده که پچی یک مثلا می مردم که بیمارستان مو نه بیای بری جنب اعتراض کنی فرماندار پاسخگو کنی بری نماینده پاسخگو کنی همین بانوی که دوارش لومبی هفته گذشته همین گزارشگر و بعد یادم تو چه که ملت بلوچ همصدا بودن تو علیه این مسئله خبرش کو که آخر مثلا نماینده گذشته و الان بیجارزی و قبلی سعیدی و پهقا یهت همود و نظام با فرماندارش زنی آره ما یهت این دوار پین کنی فلان بکنی مگه نزانشان که چه بغلی گوشش چه اتفاقی کپیته مگه ما سعیدی یا بیجارزی نزانته که هر و دواران لوم بینن شما هم زانه چرا ربط آروچی مردم ها مجبور کردن ربطن مردم ها فهمیدش و گوهش شی می حک نهه شی زمین آبا اجدادی شما را حک نیسته دولتی وظیفه خوراک، پوشاک، مسکن، کار شان چیزای اولیه شان دولت ها تامین کنه کار باید به ما بدنته باید مسکن بدنته شناسنامه و هویت بدنته شان طبیعی نه شان کمترین چیزه شما کمترین چیزان باش بدن بعد ما برای چیزای اساسی باید جنگی ما حقوق برابر لوچه سر ما سرزمین و لوچه ثروتان سرزمین و لوچه اشان په خبر به دست نه هر شب ما بیاین اینا لایو بلین من اسما فریبا ماش خبر بکنیم فایده نیسته باید اوتی زهگ و محلوک ماشما باید صرفا یک جاه یک کدمی چیز بکنی به قول گجر آنها که گوشه هر کس همه جاهی که وش داته یک کدمی چیز بکن همه کدم شبتی خانواده چیز بکن اگه مروچ من اوتی زهگا برام دکتر با بدی که من رفتار کنته یا امکانات نیسته من و تو به شخص برون بودم شکایت بکنم من برون اعتراض بکنم یعنی هر چار حالا یک جمله هست که شیب من باز هنگوشته خیلی برام من وقت خیلی قشنگه که یکی جنینی به نام مایا آنجلا گوشیدن که هر زمانی که یک جنینی پوتی حکا چسبو یعنی ووتی حکا شخصی حکا چسبو ووتی تواری برز کو جنین یعنی په تمام جنینان داری جنگیته و هر کجای شما آدما به حک وت شخص وت تنهایی چسبوته یعنی به تمام ملت چسبوته اگر من بلوچ برای یک نفری ووتی به وتون چسب شما به خاطر زهگ وتون رو یعنی به خاطر پهکان دارون رو یعنی شی حک جمعیه ببخشید من حالا برای شکل لایو هم نچکن اسما جام لطفا که ماشما خلاصه کنه اکتر خبران عشق کنه و بعد فریبا اکتر نتیجه گیری کنه ماشما تمام کنه که اگر نزانم تو سیوی بکنه باز طول کشته من باز وقت نداریم بعد فقط منی خبر قبلی هم منطق من رو ادامه من بگوشی حتما همه رو که مشمه توتر و مشمه ریش سفید و مشمه سردارن دارن سرکوب بکنن حق دادخواهی بلوچا مشمه علمایون دارن که دارن همه کارا کنن این لغش وجود داره تو بلوچستان که تاثیر داره تو جامعه بلوچی سرا یکی سرداران و سلاطین و خوانینن یکی دیگه هم علما هستن چه مشمه قبول کنن یه موضوع چه مکنن وقتی خانواده شهدا مثلا خبر دارن در مورد سازمان حقیقتیاب اولین خبری که همیشه دپشوش کنه یشون که مولانا گوشته یه کار انجام بده هنو من انتقاد داری نسبت به مولانا آخه پچیه من بلوچ باید ساکت بین در مورد جنایتی که تو بلوچستان بودن پچیه من باید وقتی حقان فریاد مجنی پچیه عادت من عادت کرده که تو سری خور بین پچیه من عادت کرده که دردان همیشه به وقتی دلا کشی خب مگه یه اولین کشتاری که تو بلوچستانه نه دیگه پیش هم تصویرش در دیگه کشتاری داشتش من آو زمانو هوش نیاریم شمسر جرگیم کشتار سوخت برن آوتی جا آدم پچی وقتی که دولت دیگه ما اون نگیرن گوتی حق طلب کرده نه دادخواهی کرده نه اگه مشما دادخواه بین خب بله هم یه دوره بلوچان یک مقدار دادخواه بوده در صورتی که تو دوران قبل یه اتفاق نکرده دوران مشما سکوتنکوی ادامه ای داشت 60 دانه سوخت بر رسل 120 دانه نماز خوزار و 400 دانه مجروح اگه هر جای شما مقاومت مکنه یک جا موشته تو پادسار امنه حقیشه و باتی حقا طلب مکنه مسلمان دولت باتی
سیاستی که داری تندی ما ورد هنوش غارت کنه که بلوچستان تا غیر کنه که راج بلوچ در مورد دیگه یک اشاره کرده من بتیم بیان کنیم جا داشتی که سرداران و سلاطینن پشت خانواده شهدا بودینن و حمایتش کردین خانواده شهدا و بابت یه دیگه و اما دارن گلنه که سلاطین هم گشتن بگن روبرو خانواده شهدا و بگن که باید دیگه و قبول کنه اگه دیگه قبول مکنه الان بلن یه کارا کنن گفته کارا کنن زنگ فلانه حتی خانواده شهید به گشتش که ها اما تو شناسنامه بوده و تو دولت پیش ما شناسنامه بوده فقط شما بیاد دیگه گرفت شناسنامه که حق خانواده حق والا نزنید دیگه چرگی گوشین تو اروپا پاسپورت دارن تو مدارک شناسایی دارن ولی اما تو بلوچستانی که همه پست و پیروک آبا اجدادی آدم نسل در نسل تاریخ و تمدن دارید رو چون چیزی اما تو بلوچستان ندارن بعد این آیان همه چیزی که بچه اما گفتش اما را چیو کنن که بیا اما تر رشوه دهید تا بیا دیو قبول که اما تر شناسنامه دهید یعنی فلاکت بدبختی وقتی بلوچ بتی حکا و نظام همیشه بعدم دیگه چه کجا لوتی دیگه دانتن بعدن طلای تفتان لوتی تن مثلا طلا برداشت کنت بعد بیت دیگه توف که مش مدیم یک حقیقتی عادیه که لوتی به 120 تا شهید یا اصلا 500 شهید لوتی بدن خانم ندانته بیشناسنامه زخمی و کشته شده بیشناسنامه کسی حساب نه نه من حد اکثر من در نظر گیرم من که اصلا 500 خانواده و لوتی دیگه کامل دانتن اصلا دوبل دیگه دانتن معدن طلای تفتان درآمدی چین کرن ندارن معدن مثل فلانجا چین کسن کرومیت فلانجا چین کسن ایشانی درآمد مال کیوان یه منابع مال کیوان مثلش یه مانیتن که من اسما یک دگاری داریم پستو پیروکی بعد من دارم شروع کنیم به کشاورزی کردن نزنیم گونی کشیم پستی کشیم هر چی کشیم دگاری تا بعد زحمت کشی شب بیداری بیوابی نزنی تمام کارم با پای من بعد آخر مثلا فریبا یه مالا فریباش مثلا دستور دادم منم فریبا مثلا یک شخص تهرانی فریبا داشته نه یه محصولی که برداشتت کو چند کو دندت نمیدی وظیفه و که باید شب بیداری و کش کنی تمام یه کارانو کردت ولی یه محصول مال منه من بها کنی بعد یک چیزم تو فکر کنی کف دستت یک واقعیته که تو بلوچستان ما داره هر روز گندن هر روز داره اما گندن که امه جنده منابان غارت کنن 1000 امه منابان یارا نیان شما بفرما یه توف بالا سر مال شما همیشه دیگه شما خسارت شما فلان در صورتی که بلوچستان باید یکیش آبادترین مناطق جهان بوده من دیگه اول که گوشتم نداریم فقط جمله آخر میشه که نسل‌کشی بلوچستان بلوچا چه شرقی چه غربی چه شمالی باید مشما یک جایی شروع کنم پستوب کنم که شاباش به عزیزان شرق که شروع کرده و جایی داشت اما عزیزان غرب هم ده حمایت چیه اجزا حداقل وقتی دلا چین کرد قانه کرد یک دکانی مثلا من باندرو چی من پاچ مکنیم چون نسل‌کشی به بلوچستان فقط مختص پاکستان نیستن بلکه ادن همه نیمه اون دارن همه سوخت برن کشن نزنی زندان تا اعدام میکنن نزنی بیمارستان تا قتل گاجوانش گفتن نزنی به صورت ناشناس هر روز دست کم میانگین گیرن تسالا مشما روزی 10 نفر دارن شدست دنیان تسالا بیتن 3650 نفر ته 10 سال سکرت مشما هر روز دارن کشک بگن به انواع اقسام شکل‌های مختلف پس گیترن که مشما یه نیمگان به فکر یه روچا بگن انو اگه امبرانی برنامه نداشت امیدوارم تا سال بعدی مشما بودوان برنامه داشته بگن تشکر اسما جان باز واشنگ گپ تو جد سلامت به فریبا جان تی آخرین منی آخرین گپ همشین که ماشمای ده انشپی نشتن دیوانه که قصدن شیگت که حمایت بکنه محرنگ و تمام عزیزانی که قرار باندا در واقع تحسن بکنن هور جمع ببن موچ ببن ما عریش حمایت کنه آگاه رسانی بکنه تمام جا سعی کنه هر جا دستن رسید در موردی مسئله گپ بکنه که دنیا صحیح ببیته این جنایاتش و هنچون که اسما جان گفت فرقی نکنه نسکشی بلوچه چه آکبی چه ایکب نسکشی در حال حاضر دقیقا مثل همش پماش ما انجام داده هم تا ایران و هم پاکستان پس بهترین که هنچو تعصب بکنه بلکه اگه ببینید اگه امکانشی ببینید که اعتراضات سراسری ببن یا اینکه تمام جهان دکان و تمام کار و کاسبی و بندن تو بالاخره یه حرکتی انجام بدن شی خیلی مهمه ماش دست به دست هم شی خیلی مهمه که نشان بدن که ما پشتبان آنه و در کنار آنه و با آن فکر کنه و شی سکی مهمین روی چی با ماش ما پاکیم بلوچ
منتوار با که شما هر دو تا گوه پداگورا یادآوری کنیم. منم برای آخرین بار که باندات بیال مکنیم باند اولی سالگرد نسل کشی بلوچ باند ساعت 11 بلوچ راج هر کس که تو انتواتی رسین تا دال بندل ودانته موچی هور بیته دال بندل اینترنت قطع باند ما باید بلوچ انتوار به ما هر پلتفرمی که هستن هر جور که تونه اگه آنی که ودان نه گوتی تلفن ای توار به دنیا برسینم. و یک مسئله که منم لطفا ادامه خبران دوین گوهاران بگوشون شین که این نسل کشی یک روچه نه که هر یک روچه ما 100 نفر کشته. این نسل کشی ته زندگی هر روچه ما جریان داری و بانداتگین روچ فقط مال شرق بلوچستان نه، بانداتگین روچ مال کل بلوچستان، چه بلوچستان غرب ایرانی بلوچستان، چه شرق پاکستان، چه شمال افغانستان. سه نیمه ما سه دیکتاتوری حکومتی تا تیر ظلمه این روچ پر پهکانه حمایت کنکش بلوچی راج من گندم بازی مردمی یا استوری هل نه فقط ته استوری نه ته عمل ما باز شد پیش داره. همارن که من گوهار فریبا هم گشتی ما اگر نتونه باندا مثلا ته خیابان بیات حالا انشالله که دیماتر و تی توار و تی آگاهی برز بکنه ولی تو ته باندا مثلا یک روچ تی دکانان بنده اعتصاب بکنه نشان بده که ما سکوت و یک روچ نه ماش مواربه نه پول داره به ثروتمنده هیچ نه به ماش ششی که هسته دیگه بهتر نه ولی شی هوری نشانده. ولی من مطمئنم که همارن که من گوهر اسما هنگار من امیدوارم که این نسل جدیدی که هسته سرپدتر و آگاه تر به این اینستاگرامی که من گندم باز ماش می جوانات بلوچستان اینستاگرام استفاده کنه این آنی که دسترسی به اینترنت ها به اینستاگرامش ها تلفنش ها ای تلفنا پوتی دانشی برز برگا استفاده بکنی ای تلفنا ای اینترنتا پوتی تواری برز برگا استفاده بکنی ششی استفاده مفید بکنی. اگر شما رو مدرسه وانک جاه نهله گو همین تلفن رو یاد بگیری وتی حق حقوقانا بازی الان پلتفرم هسته که مردم نویسی که طبقی قانون تی حق حقوق وقتی تو روی بازداشته به وقتی روی زندانه به وقتی که تی ترشناسنامه تی چیه شان بوانی بزانی و گانش یاد بده بوتی کسانی که ته روستا زندگی کنن بلد نه یادش بده هن چکا کدم چوشکا آگاهی که برز بی چوشکا ماش ماتونه دیم روی بکنی ادان شروع بکنی همه گوندو که امکاناتی که ماش ما را هسته همایی استفاده بکنی. امیدم که هر جا که بلوچ راج هر جا هر ملک و هر نیمگی هستن سلامت و امیده که یک روز ماش ما پک همی دیوانا گوپانه گوتی مردمات شرق و غرب و شمال بلوچستان یک جا ببین و یک جاهی و موچی و برجم دارین و همدیگر که را به من با امید رو چی که بلوچستان نسل کشی گو بلوچی و تی توارا تمام ببیته. منتواش تمام براس و گوهارانی که تیلا گماهو رو همراه بودن سلامت به من تلاش کنم که شیل سیو بکنم و گوش مایکلر کنم. سلامت به خدا نگهدار. سلامت به